салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хоси Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. چیزی نشد کو؟ کنی مور بینم چی کار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردم بندم. دوستوی افلاس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چی کار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرونم. ایستاد نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرونم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. افلاس. زود پران. بکشید نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرونم. نقاب هایتون رو وای کنید، بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب ها رو کشید. چی کار میکنند اینها؟ چی کار میکنید شما؟ ما رو مسخره دارید شما؟ شما چی با ارتیست هم هستید؟ ای سمی، اینها نقاب هایشان رو نمیکشند. این خیل باشد من اینها رو میپرانم. ایست سمی، ایست. دستت را افلاس نکن. به پلیس زنگ میزنم. درست گفتی.
хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung, ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба селига дар таги видео дар рӯи заифка бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم میآید تو پروا نکن میآید مجبور شدم دیگر سومن رو نگاه کرده نمیتوانستم ای خانم فرزند تو است او باید در بری تو باشد فهمو سومن دختری من نیست چی؟ من مادر سومن نیستم دختری دوگانه من است من یگان کاری بد کردم امک پلیس مادرم مرا پرتاف رفت من دخترکی بد هستم این خیلی نیست سومن جان شیرینکم تو مادرت رو مگر میرنجانی مادرت کاری داشت تو یک مدتی مویان تو رو با من امانت گذاشت مادرت کارش رو تمام کند البته میآید کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود من چیکار میکنم خدایا التجا میکنم یاریم کن مادرش مرد ولی پدرش چی دوگانه مادر سومن چی گفتم اگر روی پدر سومن رو بینم میشناسم در حال باید اون زن رو یابم پدر سومن چه خیلی آدم باشد یا خدایا خانم تونی چرا با من زنگ میزند خانم تونی شما هستی بله جناب پلیس ای جناب پلیس به خانه دوست در آمده است در حال یک گروه را فرستید اینها را گرفته دفن کنند تمام دست و پاچاشون رو بندید در دهناشون پخته بمونین کم تا پس لیون میرسه شد جناب پلیس رحمت شدی چه به قفو میگردی پلیس میآید کنی بینم چیکار میکنید بخشش جنابان با کجا میروید ها رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما این طرف گردید با اینها نگاه کنید از ترس زیاد مثلی با چرخ میزند بس هستی که گردن بندی مرا دزدید در حال بگوید اوناف تو بگو من دزدیدم قربانت شوم التماس نجاتم بده در نزد زهرا مرا شرمنده نکن آشنا دوست تو هستی مرد بر این بگو گردنبند رو من دزدیدم شرمنده نمیشوی نترس خدا به سرت بلان نیار آمین به سر تو نیست و اینتون گپ نزنید به من مردانوار جواب دهید در این هم مردی مانده است مگر زهرا از من هم میترسند سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند از به ترسیدن میگویید تا حال نقاب هایشان رو نکشیدن چه خیلی میترسن مرا گوش کنید نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرونده باز پاره میکنم یکون نقشه داره چی کار میکنه؟ نقشه دارم یا خدایا چه خیلی نقشه دستگیر شدیم آخر حقت رو حلال کن حرامت باد نمیبخشم من هم نمیبخشیدم تو را حق من هم حرامت باد گفت سخته حرامی اینها بین خود غرغر کرده چی گفتگو دارند؟ به فکرم نقشه گریختن میکشن با شما آخران بار میگویم نقاب هایتون را کشید گفتم ای بس بوده که سه هم گردم بندم رو دزدیدن همه رو مسخره کرده من خودم نپرونم من چیزی نشد با کجا میرویم مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدم های بد میرویم سومن جان چرا آدم و کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سومن جان شیرین جان اونها با کجا رفتند؟ وای در این باغچه محکم است از آنجا گریخته نمیتوانند یعنی حالا هم اینجا هستند آرام باشه بی صدا چیکار خب آنه این طرف هی آنجا از تو طرف بیایید
کجایم؟ ینگه آواز نکن. ترسیدم اخیر. ای سمی یک کارو کردن نمیتوانی اون رو به بالا بردار. ای بهنری نو بکار. گریختن دوم خدا کردن گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختن یا خدایا باز همینه از تو شواخیر تو مادر میروید. بیای دخیر در پشت من جا شوید دویدیم زودتر شد آخیر چی دوید همه گذارم که برزم فهمیدیم ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم موند؟ یا خدایا مثل کودک ها گپ چی نزن. خیل همکار بس کن همکاریت را. شد خاموش باش آنها آمده ایستادند رفتیم نفس یخ در درونم با خدا که در درونم. این پلیس چرا حال هم نامده است؟ آرام باشید فهمیدید آرام باشید تمام من حل میکنم دستگیرشو میکنم آرام باشید. تو دختره که بعد نشه و شیری نکمایلش اما که پلیس تو رو دستگیر میکند. مرده گز بجق لیوین در بر تا چی میترسی؟ یک سویستت کنی بینم آرام باشه زهرا چرا این خیلی نگاه میکنی؟ من آرام هستم. زهرا تو عصبی هستی مرا خلل میرسونی عصبی نشو یک سوره رو تو هم آن سوره میری جان این به خاطر محافظت من است با من مور حاضر قانونم همه که نه کنی پرون پرونده ایستادن در کشاده شد کنی ببین. کشاده شد. ممکن می؟ ما حاضر بدرویم زود باش بپر منتظری چی هستی زود باش پر من چی خیل از اینجا میپرم نمیدونی چی خیل میپرن اونا پایهایت رو دراز کن پر میبینی که در زمین هستی زود باش در اینجا ایستم هم میمیرم با پایان پرم هم میمیرم یا خدایا. سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا فهمیدی شیرینم؟ مایلش اما که پلیس کسی را پروندن. در رو پارا کردی ولی نتوانستی. این رو با ما چی کار میکنی؟ بیهنر. تمام واهمه نکن کار تمام. قریب مانده بود که میمردم. خاموش باش یا خدایا داد نزن. خوب شد که پاپوشا رو در درون مانده. خوب شد چی فکر کرده ایستاده رفتیم پیش در زودتر. زمین خون براست گردم بندم رو ده. زود باش زود. بچه بیس من میترسن؟ یک سویستی شدی چه بیرون نبین؟ یک طرف بریم شک طرف بیس. نرسین مرا. سمی لیوین تا محافظت کن. بسم الله. انا همین کار رو من فراموش کرده بودم. رفتین با دقت باشید. کنی دارم آرام باشید. گریختن پوشایم رو بردن. سومکای آرایشات هایم را دزدیدن. سومکای آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشد؟ این با کجا رفت باز؟ کمیسر امک‌های نقابدار شما چیکار میکنید؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین نگاهبین میکرد نیست؟ بله او است. چی گپ است که در همه عملیات ها روبرویمون میبره؟ لیوین همینجا باشه چی؟ من نمیدونم. چیکار میکنید امک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده این بازی. باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده. بله اما حاضر وقت نداریم از اینجا رفتنمون لازم.
لونت اومد خیر ما رفتیم دخترم تا بازدید. لعنتی ها گریختم. سومن دخترم چرا تیرده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امکای نقابدار تیرزه رو کشادم. تو امکای نقابدار رو دیدی مگر؟ امکای نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟ خدایا این معزی رو ببینن. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کردید. خدا از شما راضی باشه. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنید؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری یک لحظه ایستید. چی میگوی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میدارید؟ من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خوب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجریه به خونه رفته استاده اید؟ من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم دیوانه میشوم. اینقدر یک رو بوده است. کافیست کافیست. اوف زیو جانم بسیار زیقم. با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن مایلش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدم. چی؟ دوستیدم؟ اوف گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدن؟ اوه عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقابدار در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دوست ها رو. نه زهرا من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام عذر میخواهم. اما بسیار زیغ شدم زیو. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیغ نشو مایلش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیغ نشو. شام بخیر. میبوسمت. اوف خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چه خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دزدیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دزدی کردم. از پسم تفتیشات بردی. حاضر باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول با پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی. البته در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب همونها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. انیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. بده. یا خدای این را ببین به سرمان چی ها می آید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نام من سومن. من سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید. پروا نکنید. گردن من به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم. پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لونت جیانت است. نه اما من که پلیس هستم. یعنی
پدرش برنور بود و بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت، اما میآید. البته یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومان خی خی دخترش رو میجنبوند. بگیر اوف. من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن، مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدوزم. میبینی من محو شدم. یا بله با درو خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چی کار کنم اونال؟ چی کار کنم؟ قلب زهرا رو از دست هم چی کار کنم؟ یه رقم چند میپوشی تو؟ اینها تنگ هستن. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده است؟ من هم 43 میپوشم. خیزپا هستم گویا خیر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکیلاس بود است. برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها را درحال خانه‌دار کردن لازم. تا وقتی که амаки اکرم از خارج نیامده است کار را باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکیلاس نکاح رسمی بندد میراث به میلیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه‌دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیر میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کانال. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته‌تان برده رسانیم. نه شما زحمت نکشید. خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحمت ینگه بود رو. فو خدا جزایت رو دیت کنانی دیونه. مجبورن بونو رو با ماشین سوار کرده. این پد بونام دیونه بوده در حق ماشین مرده. ادخته طاقت که همون لیکسا میخرم های. هر چی باید بر سر شوکت بگذرد. شما همینجا منتظر باشید. جناب گردنبند را آوردند. در کجا بودن این مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکیلاس را دیدن است. جناب کالتاکیلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشید. تا پیدا کردن مکان خزینه او را استفاده برده بعدا میکشید. جناب یا میخواهید که حاضر کالتاکیلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکیلاس در حیاتم یگانه خیشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم.
ҳозир метавонед равед. баъд ба шумо занг мезанем. یا خدایا اینها چرا وظیفه ندادند؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است به آن مشغول هستم. آه خدایا، در سرت چه فکر است اونم؟ تو هستی. تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چی کار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونم؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا چی کاری داشته باشم؟ با تو چی ها؟ اوف باز مرا میکشته است. این باز چی فکری دارد؟ برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردم. تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم. تشکر زیاد. آه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوستوشه من نشسته فانتزی من رو برباد میدی. اما چه در این دنیا دیگه دختر نیست حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبرم مشاکت نی. جناب کنان، مدامی که ما یکدیگر را از نزدیک شناخته میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خانه دار نشدید مگر؟ نه، معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید. پدنالتی بانوی کجا پیدا شده اینجا بو تا سحر ما در اینجا راست بیستمو او بشینن راحت کنن مردم خونه که از همه خوبش با دامولای دیوانه روبرو نشدیم، چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شتا میخوردیم. دم تبگی شراب بگن گر گیاد کنی گوشاش میتوه. چیکار کنم؟ هیچی نه، دم تبگی همین طبقای فایز نهم بسو با مزه دی نخورده. آها چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. پشتمان رو گردونیم گویا رو شراب گرد مرا بگیری اوست در جد بشینیم گویا هیچ را ندیده. میگم خیر سدی دم تبگی در جد بشی چی نمیکنه. کاری نادرست نکرده ایم. من میدونم که سگ رو بینی باید در جایت شینی. حیوان سگ دیدی بگریز خیر سدیدی بشی فهمد که ترسیدیم به بالایمان میره. میگم فوتبال بازای تاجیک جام جهان در برآمده راسته. انا بگی دیگه. شام بخیر جوانان. شما رو میگوید که در اینجا آشخانه که خوراکی علفی میپزد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو همین خیلی خواب میسیم خودش که استوز رفتن میگره خواب کن. خوش بشه ها گوشم با شما. آشخانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند. بخشیش استاد شما علفی گفته چی رو در نظر داره؟ آشخانه را. سوال این خیلی بی‌معنی هم میشود. به این هم در نزد آشخانه هستیم. در اینجا طعام علفی هست نیست نمیدونم. به این هم من از علف بیزارم. این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم تبی گفتم دم تنه گرفتی حیوان. من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته میشود. کنی خیزت توبه لبه کنی گفتم یا شما را مثل علف نزم میکنم. نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد. چیکار میکنه؟ خدا بزند شرف خدا بزند شرف 2 ساعت گفتم خواب نکردی اگه تماشا که چی کارت میکنه. خاموش باشد. آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد.
استاد بخشش زیاد میپرسد. ما آدم های شف کلان نیستیم. ما آدم های اکه کنان هستیم. دانسته باشه. من بروسلی دروغ نمیگویم. من بروسلی حقیقیم. شما را تعقیب کردم. شما در طرف نادرست هستید. حاضر شما را دست نابود نکنم. آروم شو. چیکار کنیم؟ اکه کنان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برا اکه کنان فیرود که کو ایده بعد مون میکنه گور سوخته؟ نباشد چیکار میکنیم؟ ایرا نگو چینی قنقز های پابوز بالا نیسته با خودو همین خود تو قمه زنی قد دوست طالبه بوری اگر تمیره نزنی تو مردک نیستی یا برختا نگو کو ایرا بی شرف با خودو خود تمیره طاقت تیکه تیکش میکنی ما هم در قفای درخت میستیم اگر یکم خدمت در کار شید مرا هوی بگو مایله ما رفتم مردم کجا؟ خنک خوردم چی میگه؟ لازم نیست تو را گرم میکنم تو استغفرالله بله من تو را گرم میکنم چیخ تا بلاست بگی؟ با خدای پاد بسیار پاستی پاد موزاده است عصبای نمک نو ویرون شید شرف خطا بعد است بگی میبردارمش من علی میخونم برو میخونم علی بایی صورت جدا بسیار نمک ما رو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون؟ دیم گیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود رحمتی پدر شیرین هم آمده یا 20 نفر بودن امو در آخر بروزلی اومد بگم همین امروی بروزلی نبوشه بو با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میوبی ما یا نقشه زور دارم شرف اگر همی کرده از پیش منبر اومد کن قفا من نگاه کردم میگرزه یا خدا هنرمند متین این زن را سروغه و معلومات های شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تو سهر حل میکنم سردارم. خوب بسیار خوب اگر این زن را پیدا کنم پدر سوما را نیز پیدا میکنم همین کار را سخت بگیر برگر پیمسید میبرم پدر دارم میابم تو غمگین مباش دخترم خوش بچه ها حاضر بهای امتحانتان را میخوانم من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ جنید 80 خدای توبه آرتیق 90 چی؟ زهرا 100 زهرا کی است؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست. من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم البته زینب 100 چخیل شد که تو از من 10 بار زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیف خانه داری میکنم در همه جا زهرا رو دیده ایستادم این چخیل کار است بیا سردارم معلومات های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصلی گل زور گپ نیست شوگیر میتوانی روی پدرت رو میابم سومان اجازت نمیدیم که بی پدر کلون شوی بیا سردارم مدیر شما را جیغ میزند تمام که میرزا وطن تو را من میایم سومان تو اینجا با لختک های بازی کردنگیر من یک کار دارم اون رو حل کرده در حال میایم میلش میلش مک پلیس
даро левинта даъват кардан меган ку габза мамӣ гарданбанде ки аз музеи дуздидашуд дарёфт кардед ҳоло наёфтем сардорам мувофиқи хабарҳое ки аз боло ба мо омад мафия аз пушти хазинаи бизанс аст гарданбанде ки дуздидан барои дастрасӣ пайдо кардан ба ин хазина мебошад аҷаб онҳо ки бошанд сардорам ҳоло муайян накардем аммо мумкин аст ки суқрот бошад суқрот сардорам суқрот худо ҷоша ҷаннат бигарона кайҳо мурд мувофиқи хабаре ки дорем зинда аст ва ба фикрам ба ин хазина ӯ даст дароз дорад суқрот барои ба мақсадаш расидан ҳама коро мекунад бояд сади роҳи ӯро гирем як қотили бевиҷдон аст дуруст хуб сардорам аҷабо дар ин кор сардор унал чӣ алоқамандӣ дошта бошад иншоаллоҳ ки нест мо дарҳол бояд дӯстҳое ки гарданбандро дуздидаанд дастгир кунем итоат сардори вафодорам хаста набошӣ саломат бошӣ раҳмат дуздони гарданбанди бизансро баъд меёбам ман бояд аввал падари суман ёбам модарашро оварда наметавонам аммо падарашро ёфта метавонам бале бачаҳо яъне агар ба натиҷаи имтиҳонҳо нигоҳ кунем баҳоятонро каме баландтар додам албатта ки дигар имтиҳон ин хел намешавад фаҳмидед албатта устод ин хел намешавад ман ҳамаашро кор кардам масалан ман бояд 100 бал мемондед 80 бал мондед 20 бали ман гузошт намедонам албатта писарам агар хоҳӣ варақатро кушода мебинем ки 20 бали ту куҷо рафт ин хел бошад 80 бал ба ман беҳтарин аст мешавад духтарам ин варақаҳоро гирифта ба рафиқона тақсим кун бина кане бинед дар куҷо хато кардед аммо ором нишаста хонед фаҳмидед تو در ورق سفید چی خیلی نهاد می‌کنی؟ چی خیلی کنم ها؟ در هیجان به جای کارش رفته در آنجا تکلیف خانه‌داری کنم چی بگم؟ نمیبندم یگان گردنبند دوستای افلاس چیزی دیگر نیافتید که دزدید گردنبندی دوست داشتم تو فکرده را دزدید دیگر وای بر این نیست ولی تو مشابه نگیروی ما با خبری دزدیدن بزرگی رسید از موزه گردنبندی بیزانس رو دو شخص گردنبندی که در عصر 11 به شاه دختر تعلق داشت دزدیده بودن و حالا هم یافت نشده است پلیس در تحقیقات این عملیات است این گردنبندی من است حالا از پس دو شخصی نقاب باورم نمی آید زیو تو گردنبندی که از آثار خانه دزدیده اید به من هدیه کردی با سخرات چی خیلی تکلیف خانه داری کنم من؟ باید تا شام یگان چاره عجیبه یابم ورق‌ها را بیارید چی خیلی گردنبندی دزدیده ات رو به من توفه کردی زیو کنی بریم به این سوال چی خیلی جواب میدهی همه چیز آماده است پگاه هر دوی آنها رو خانه دار میکنیم این شب شبیه نوبندی است آمادگی دیده ایستاده او اینقدر چقان است آچه جان آچه جان گفتی؟ ای سمی من به تو چند بار گفتم بخشش آچه جان بخشش این مراتبه اجازت نمیدهم که هیچ چیز نقشه هایمون را برباد دهد مکتوب آماده است مکتوب گفتی؟ گویا اما که اکرم جانم شخصا با دستی خودش مکتوب نوشته رازگیش رو برای خانه‌داری داده است تو یک تا هستی سمی با خدا شیطان صد مکر کند شاگردی تو هست باز از پس چی باشنده؟ برادر بیانگه زورو کی تکلیف خانه‌داری میکنی؟ امشب کن یک سورپریز کنم ببینیم چی میشود این میشه؟ ها ای راستی؟ بله تو میدونی من چقدر انتظار بودم اوشینه هورتا عیناً شیره گوش کن کلاس بعد از مردن کنعان از من شود بانو جان شوکت تو از این خیر گپ های بیمعنی ابلهانت خسته نمیشوی ها؟ خیلی چو کنم زنم میفوره اوف شوکت اوف مردی تو زیو مردی انا اومد
من اومد سازی احمد از سلکی من اومد کنی بشین شو دختر بیا بشین کنی الان اینجا قرار بشین سما جان الان آهسته بشین دختر. در پیش بشین شوخو اینجا بیا چی میگوی؟ بچه بیا گپ دارم میام من از میام شیری نکنم شوکت تو شما رو در اینجا نگاه بکن من به خانه زنی که شما رو در نزد امنیت گذاشته بود میروم میل شوکت زن گفتی؟ اون زن مادری شما نیست مگر؟ من حدیثه رو به تو نگفته بودم چرا نگفته بودی ها؟ گوش کن مرا آن زن مادری شما نبوده است نبوده است؟ بله گوش کن آن زن دوگانه مادری شما بوده است مادرش در کجا بوده است؟ مادرش مرده است مرده؟ این مردک زنی تبگی من با واسطه آن زن کی بودن پدری سومن را میفهمم پدری سومن رو میشناخته است؟ البته میشناسم انشاءالله پدرش رو میابی انشاءالله مادرش نباشد شوکت من باید به دست روم خیر تا باز مایلش برادرم رو برای درس خیر تا بازدید لیوا نمیشه که سومن پگه بیاری امروز یک کار مهم دارم همین کنعان کشتن رو در کار تو چه میگوی شیخ خان این چی با اون است از برای خدا مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلان میکنیم فراموش کردیم اکنون مثل کودک از لفظت میگردی پدر دخترک رو میابم میگویم سروغای زنی رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتاب طرف پیدا کردم باز با تو چی گویم من بیسواد تمام لیوا من امروز سومن رو نگاه میکنم کنعان دیوونه رو پگاه میکشم مشکلی نیست نه دیگه گفت تمام مایلش برادر سومن جان تو در اینجا با ما که شفقت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم رفته حل میکنم در حال میآیم میلش مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس اما رفتم برنگشت اگر شما هم که پلیس نآید من چی کار میکنم مگر این خیر میشود دختر جانم من تو رو تنها نمیگذارم پروا نکن من کارم رو تمام کرده در حال میآیم میلش سومن جان اما که شوکت چی کار میکند اینجا بین من اینجایم اگر کوری لیوا نآید جای کارش رو میدونیم رفته او رو میابیم ها یک جای رفته او رو میابیم میخیلی البته تو از پس کارت شو سومن با من است من نگاه میکنم این دخترچه برای تماند من تو رو یاد کردم تلفن رو جواب دیم میابیم لبای تمام سومن جان من این چای ها رو دیهم در حال می آیم میلش از اینجا بوز نخیزی در حال می آیم میلش امک شوکت این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها انا با اینجا گذارید بیا جانم بیا اوه چقدر آهسته کار میکنی زودتر کار کن تمام ای سمی جان با آنها کی خبر میدهید همه آماده است ولی خبر ندارند آنها رو به حال خود گذاریم خانه دار نمیشوند برای همین کار را سر کردم در کار چخیل سر میکنیم به من واگذار امشب حل میکنم خیر میبینیم من برای تو نقشه خونه داری میکشم برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی دروغهای گفتت رو از بینیت کشیدن نگیرم نامم رو میگردانم امک شوکت نآمد من دلگیر شدم چیکار کنم دخترک تو هم مثل من دلگیر شدی امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید اما من دلگیر شدم رفتم تورها رو کشاده مانید میلش کنی بینیم اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده؟ شبیه نوبندی زهرا است برای همین آمادگی میبینیم جانم چی بندی؟ هینوبندی جانم هینوبندی کنی بینم چی خیل شد؟ همهاش رو به خفا کشیدی همین خیلی؟
ای آفرین، بسیار بسیار زیبا کردید. ایست اینجاش ایخل شود. شبیه هیلابندی دارد. سومان 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 جان سومان خواهرم در اینجا یک دخترکی خورد بود، او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها در اینجا یک دخترکی مویزر بود، شما او رو ندیدید؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما؟ ای انیق ندیدین؟ سومان جان گوش که برادر، در اینجا یک دخترکی مای دهک ندیدی؟ دخترها در همین جا یکان دخترکی خورده که ندیده شما؟ نه جناب ندیده. سومان در همین یکان دختری مایدک ندیدی؟ چی؟ دخترچه خورد رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد، چی ها میگویی ها؟ دخترچه خورد ندیدی؟ خورده که خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ سومان بخشیش دوستاز سومان. بله بچه ها، در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است، چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی برای همین عائله آبا تو اینجا چیکار میکنی سومان؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم؟ استاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شما است؟ نه دختر من است؟ یا خدا دخترم، من خاندار نیستم، از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپاهایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت به شب کرد. کنیشه شاهزاده من. خدا اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خونه نیستی چی مگر؟ خانم بهار ایسته. خانم بهار ایسته. باید تاجیلا صحبت کنیم. ایسته لطفا. من باید روم، کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدانیستانی نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلوماتی مفصل دهید، من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید، حتی نام او رو باید ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفتید که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید، من پلیس هستم، مجبور هستید که با من صحبت کنید. یک گوسفند رقمو تا گرفتم. ولی بهش شما هم عائله برپا میکنید، همینطور فرزنددار میشوید، آنها را مثل گوهرک چشم میپرورید، برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید، خودتان را 7 لخت میکنید برای آنکه فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟
سومن گم شد. چی؟ سومن گم شد. خدا من رو لعنت کند. من این رو اکنون چی خیل بله و میفهمونم من برادر. در حقیقت لعنت کند. سلامت باشی کله. چی ها میگوی؟ چی خیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیفتم. دختر انا اینجاست دیوانه. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم ممک شوکت. من اینجا هستم ممک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپام درس خونده ایستاده. به خدا تلخ کفم کرکیله است. ای شوکت، یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟ حاضر به تو نشان میدهم. این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خوب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا اینکه رسمی این زن رو با امنیت دیم فرمانی کفتکاب برارم. نه این چه خیلی فرمانی کفتکاب میدیم که این زن جنایتکار است. مگر انتظار میشم. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدم میخوره؟ نه من اینجا منتظر خانم بهار هستم. اینجا میشینم. ولی او دیروز از اینجا کوچید. این خیلی میشود مگر کمتر پیش به تاکسی سوار شده رفت؟ برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کشیده است. به دیگر شهر کشیده بود است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد؟ خودش. بله. با چی احوال گرفتار شدم؟ بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری مؤذن کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چهارچشمت نگوی. میلش؟ نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر درسیم با آدابانه درس را گوش کرد. از راستی از راستی؟ ای جونی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شوم. مثلا اومد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارو چه خیلی به من رو دیدی یا؟ زهرا چه خیلی سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابا کی رو میپرسید؟ خانم سنم؟ تو دیوانه هستی؟ تو چه خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشود. در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشه؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومن جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس را انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم. تو در نزد امکی شوکت امکی پلیسات رو منتظر شد میشم؟ نه خوب ترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومن رفته در نزد امکی شوکت منتظر میشود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم میشود. خوب ترش اینجا یک جای منتظر میشه. هم خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر میشوم. تو هم به اونجا بیا. تنها بیا. میلش. تنها بیا. خاموش باش زهرا. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم.
خدا نگهبانت باشه برادر، احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای بای دستت را جون. лабай хонум санам чизе гуфтанӣ ҳастед? ман як савол доштам. дар дарун суҳбат кардам ки наст? чаро дар дарун? ин мавзӯъро дар кӯча гап зада намешавад. ҷоиз нест. нафаҳмидам? бубахшед, бо як хонуми номаҳрам дар хона танҳо суҳбат кардан ҷоиз нест. чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? ҷоиз нест, вагарна бо ҷону дил. хуб ҷаноби иҷрӣ, чӣ хеле ки хоҳед шумо? шумо чизе пурсиданӣ будед, марҳамат бипурсед. ман ба фақирҳои ин маҳалла садақа додан мехоҳам. чӣ хеле ки шумо дар амри маъруфатон гуфта будед садақаро пинҳон карда додан лозим. рост мегӯӣ, рост. хоҳиш мекунам шумо ин пулро ба фақирону бенавоёни маҳалла пинҳонӣ тақсим карда метавонед. мехоҳам ки савобаш барои раҳмати бибиам бахшида шавад. тамом хонум санам, худо қабул кунад, ман тақсим мекунам. хайр, худо рӯз бошад. ҷаноби ҳиҷрӣ, мудоме ки ба дарун даромаданам ҷоиз нест, ин хел бошад рафта дар ягон кафе шинем, ба шумо дигар чизҳоро низ гап задан мехоҳам. бахшиш хонум санам, ман камтар кор дорам. акаи канон маро бо дигар духтарҳо шинос карданӣ аст, ба он ҷо рафтанам дар кор. чӣ? дигар духтарҳо гуфтӣ? бале, дигар духтарҳо. ман камтар кор дорам, бояд амри маъруф омода кунам. майлаш, хайр, рӯзат бахайр. аммо иҷозат намедиҳам ки бо касе хонадор шавӣ ҳиҷрӣ. бо ҳеҷ кас. аввал ту омада ба зери пои ман меафтӣ, баъда рафта ба дигари хонадор мешавӣ. ҳоло мебинӣ. гарданбанде ки дузидаи онро чӣ хел ба ман медиҳӣ зиёд? ту магар беақл шудаӣ? магар ин хел мешавад азизам, хатогир шудааст. хаб, дигар ба ман дурӯғ нагӯ зиё. зуҳро, росташро мегӯям, ин хел накардам. лутфан ин хел гап назан. бин, ҳоло ҳам ин корро мекунеде? гарданбанд аз музей дуздида шудааст, дар ахбор дидам. ки дуздидааст? албатта ки ту. гарданбандро аз музей надуздидам, аз тиллофурӯш харидам мегӯям. ҳоло ҳам дурӯғ гуфта истодаӣ. гӯш кун зуҳро, ту ин гапҳоро гуфта диламро мешиканӣ. шукр кун ки саратро нашикастам. гӯш кун зуҳро, шавкат ҳам дар наздам буд. бовар накунӣ, аз шавкат пурс. ё худоё, чӣ қадар шоҳиди боваринок ёфта баромадӣ. кӯр шоҳидӣ кар шудааст. худо нигоҳ дораде. чӣ? ё ки гарданбандамро ту дузидаи зиё? нафаре ки бо ту буд язнаам буд. аз ҳад гузаронди зуҳро, ин хел нагӯ аз барои худо. албатта, гарданбанде ки аз музей дузидӣ, ба ман қадя кардӣ ва боз аз ман дузидӣ. ту ками ором шав, аз рости хуб нести, сабр кун. зиё. зуҳро. зиё. вақте ки ҷаноби акрам меояд, калтакелас ва зуҳро хонадор ҳастанд. акнун амаки акрам дар тӯи ману мелис иштирок мекунад. гӯё мелис туро қабул кардааст. ай бас модарҷон, ин хел гап назанедаку. мелисро дӯст медорам. модарҷон, очаҷон гуфта мегарди, ақлат намегирад. ҳа, намегирад. хайр, чизе набошад, имшаб ҳинобандӣ аст. паго никоҳ намояндаи ақди никоҳро даъват кардам. ин хел бошад паго ғолибиятро эълон мекунем. ғайриимкон аст. чӣ шуд? фаромӯш кардам ки дугонаҳои зуҳроро ба шаби ҳинобандӣ даъват кунам. уф, саро бубина. шаб ҳинобандӣ бедухтар мешавад магар? ман ба ҳамашон занг мезанам, ту парво накун. тамом, занг бизан. уфе, аз ҳаяҷон чӣ кор карданамро намедонам. духтарҳо чӣ хел шуд? ҷавоб диҳ. чиро? гарданбандро дузида ба ман ҳадя кардӣ, баъдан аз ман дуздидӣ. зуҳро, гӯш кун, ин хел гап назан, ки баъд боз бисёр пушаймон мешавӣ. ман туро бовар карда будам зиё. бин зуҳро, ман ба ту нагуфта будам ки мисли ҳамон гарданбанд мехарам барояд. ана бубин, бигир ин айёр. кани биё. хуб шуд ки монанди ҳамон гарданбанд гирифтам, вагарна маҳв мешудам. донистам бовар намекунӣ, чекро низ гирифтам. ин ҳамон чек. оҳо, бисёр қимат будааст. ками қимат. умедворам ки инашро низ гум намекунӣ. ками бодиққат бош. маро фиреб намедиҳӣ, хайр не зиё? зуҳро, чаро духтареро ки хонадор мешавам фиреб диҳам? чаро ин хел девонагӣ кунам? чизи дигаре ҳам гирифтам аз тиллофурӯш. чӣ гирифтӣ? бояд сюрприз мекардам, аммо
من خانه دار میشه؟ хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung. Ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба дар таги видео дар рӯи заиф бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед.